مهرنیسا رستموی 60 ساله بیمار از طبیبان یاری تعجیلی خجالت میکشد. فشارش منتظم بالا می شود و گاه و ناگاه آنها را دعوت می کند. طبیبان مجبورند تا آشیانه دهم به خانه مهرنیسا پیاده بالا شوند. ما این خودم یک آدم اینوالید کسلیم سکاری فقط سکاری دکترها همه ایمات کس کدگی نوخی برای بالا برآمدن زورشون میامد کس کدگی. این بینای 10 آشیانه لیفت ندارد و ساکنان طبقه های بالا عذاب دارند. نمی نویرم همی استالما میگیره یک ایتاژ میفرم میشینم یک ایتاژ میفرم میشینم نمیتونم. انا او روز دوشنبه ما ای ساعتی نهی بیگا برآمدم ساعتی نیم تکم یک شب همجا رسیدم. درهای بازی جای لیفت و به پرتابگاه تبدیل شدن آشیانه یکم از تشویش های دیگری ساکنان این بیناست. ساکنان هر لحظه بیم دارند به نظارت ماندن کودکان باعث فلاکت می شود. این دو بینای نوساخت در کوچه مایاکووسکی دوشنبه جای گیرند و 3 سال باز با وجود آنکه کارهای ساختمانی انجام نشده است، ساکنان در آن زندگی دارند. ساکنان میگویند به شرکت ماوراءالنهر که مسئول ساختمان این بیناست پول خانه‌هایشان را پرداخت کردند، ولی شرکت تا حال نه لیفت نصب کرده و نه آب و برق را برایشان مهیا کرده است. مراجعت کرده بودیم، خیلی چند بار پیش رئیس دومم رفتیم گپ زدیم که وعده میکند هر سالانه توقت کنید ینور میشه توقت کنید تا 20 میشه دنم خیلی کرده تو زیرا وعده کردی شده. ساختمان بینا را شرکت ماوراءالنهر سال 2008 شروع کرده قرار بود سال 2012 آن را سپارد. مسئولان شرکت ماوراءالنهر میگویند شرکت بیناهای نیم ساخت را با پول خود ساکنان انجام میدهد. سبب تأخیر نصب لیفت در این بنا را هم از شرکت قرضدار بودن اکثر ساکنان میدانند. در حقیقت لیفت یک تیش ما وارد چسباندگیم از سببی که مبلغ ما همه فیلم همه جمعیتی که ما فیلم لیفت خریداری نمیدیم $9000 قضا رسید. در همین سبب که سهامگذاران مبلغ سهامگذارشون نمیسپارن همین سبب ما همه لیفت آورده وصل کرده نمیتونیم یا لیفتش آورده وصل نمودیم. لیکن بعضی شرایطی هست که کمودی داریم در حقیقت از سببی که خلق زندگی میکنند ما کار ساختمان پورا کار کرده نمیتونیم. یا جای کار میکنیم دیگه جاش میشکنن دیگه جاش کار میکنیم دیگه جاش میشکنن. همین سبب ساختمان طول کشیده است. مسئولان شرکت میگویند 2 مرتبه مقامات آنها را برای زندگی کردن ساکنان در بینای نسپرده جریمه هم کردند. نداشتن لیفت یا کار نکردن آن تنها مشکلی ساکنان این بیناها نیست. یک مشاهده ما هم نشان داد ساکنان چند بینای نوساخت و حتی ساخت آوان شوروی هم لیفت ندارند. مثل این بنا که چند نسل در آن به لیفت به وای رسیده است. ما هم پیوش بودیم پیش ما زیرا گشتن نمیتونیم با چیز راه گشته ایم برای اینکه در پوچمون میپیشونیم با ای بالا ما پایان میفروییم یگام چیز دایی دوم نمونده همه اینا ما ایسر مخمون کردگیم هم دوریدم نه لیفت ایسر همین جنگو شدگی ما دیگه لیفت کورکنی شدیدگی نیستیم.